وقتی صحبت از حفظ امنیت میشه، هر محیطی شرایط امنیتی خاص خودش رو پیدا میکنه. ماموران امنیتی باید همیشه هوشیار باشند تا بتونن از افراد، دارایی‌ها و محیط‌های پیرامونی حفاظت کنند و این یعنی دقت و تمرکز در حوزه نظارت و حراست. و سیفر دقیقاً دستیار شما برای تضمین این امنیته. سیفر یک سیستم تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعیه که برای افزایش سطوح امنیتی طراحی شده و میتونه میلیون‌ها چهره رو در لحظه و حتی در چالش برانگیزترین شرایط شناسایی کنه. سیفر قادر داده‌ها رو رمزگذاری و اونها رو به صورت آنلاین تجزیه و تحلیل کنه و در نهایت اطلاعات عملیاتی مثل حجم ترافیک، ترکیبات جمعیتی، زمان توقف و موارد دیگر رو دسته‌بندی کنه. سیفر میتونه با سیستم‌های نظارت تصویری هماهنگ بشه تا نظارتی 24 ساعته و در 7 روز هفته رو در اختیار شما قرار بده. آنلاین بودن سیفر از طرفی دقیقاً نشون میده چه کسی در دید دوربینه و از طرف دیگه این امکان رو در اختیار شما قرار میده تا تمامی هشدارها رو به دلخواه تنظیم کنید و بتونید در میان حجم انبوهی از داده‌ها به طور مؤثرتر جستجو کنید. بنابراین میتونیم بگیم قابلیت تشخیص چهره سیفر سطح جدیدی از امنیت رو در دسترس شما قرار میده و با اون میتونید از افراد، تأسیسات و دارایی‌های ارزشمند خودتون بهتر محافظت کنید.